پنده آزادوار داد مرا زندگی چون نگری سر به سر همه پند است به روز نیکی کسان غم مخور خوش دار بسا کسان که به روز تو آرزومندند زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه هر کی را زبان در بند است پای در بند است. با این حکمت رودکی بزرگوار برنامه امروزی در صحبت صاحبدلان را آغاز می‌بخشیم. السلام علیکم بینندگان ارجمند. در صحبت ما امروز یک نفری حضور دارند که واقعا با خودشان کلواری بوی تجربه زندگی با خود دارند. گذشته از این یک انسان بسیار با غیرت، خاکسار، عالمی پرمحصول، نفری که علمش به عمل یار شده است. عبدالحفیظ باباجانوف، دکتر علم‌های فیزیکی متماتیکی، پروفسور و مدیر کافدره متماتیک عالی دانشکده ملی تحقیقاتی دانشکده انرژتیکی شهر مسکو فدراسیون روسیه هموطنی ما مهمان برنامه ما هستند. استاد خوش آمدید. ما در روزهای قرار داریم که استاد امسال به سن مبارک 70 در آمدند و واقعا اولین سوالی که در این مورد ما از همصحبتم میپرسم حال و هوایشان رو میپرسم که در این سن سال خودتان را چه احساس میکنید استاد؟ مرحبا. الحمدلله در این سال امسال 70 به در آمدیم حرکوش کراسیم خودی پیشتر برین حاکم پیشتر برین نیلاکین و حرکت میکنیم کتاب با بسیار تر برات در ساحه فیزیک متماتیک من امسال 8 کتابم برآمد یک تا کتابم دوشنبه خواننده و خوانداست ترجمه شد یک تا کتابم شویتساریا برآمد دیگه کتابم انستیتوت مسکو برآمدگی کوشش کردیم رفتگی studento ما studento هر جامعه بیان هر قطعه مثل آفریقا یا ایندیا کره از آسیای میانه یعنی خدا ما بسیار میرن. استاد چرا شما همین علمی دقیق برای خودتان اختیار کردید؟ واقعا می‌بینیم فیزیک متماتیک فیزیک این مناسبت انسان با طبیعت است و از فن‌های دقیق به حساب می‌رود متماتیک. گوییم این برای شما از کجا مثلا برای خودتان انتخاب کردید؟ مونده متماتیک و یکم همین استاد ما اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی باباجان نبیف بودن و یا همون خیلی که تونستن که ما هم به شوقمند کنند. استاد کدام مکتب خواندگی شما؟ مکتب سیافی اوچقالچه. مکتب سیافی اوچقالچه. همون مکتبانده دهم sınıfta yodamanda هست. حتی معلم فیزیک نبود. همون سالا من خودم سال این سالی 1969 سال من خودم فیزیک درس دادم معلم شده. خواننده صنف بالایی. صنف بالایی هم صنفمون درس گذاشته بودم. همشون همین خیلی جیم میشتن میترسیدن خیلی که من فترک بودم. لیکن بچه‌ها گوش میکردن. آنها همسالای شما بودن یا شما سالتان از آنها کلان بود؟ نه همسالای من همشون. همه یک سال پیش مکتب برفتگی سال یک سال دو سال کلان. همون سالانی میگم که یک سالا بود که آدم فوندامنت میگن پایدیوار میساخته است خودش به من عهد کرده بودم که همون حتی دهم sınıfında یک تا آشنام ژورنالیست حکیم جان زاکیروف هستند. همون که نوشته بودیم کتاب که کیم کجا میخواند و گفته بود که من ژورنالیست میشم. من گفته بودم من خدا خواهد مسکو رفته میخوانم کاندیدات نو میشم. گفته نیت کرده بودم
خدا شکر خدا نیتم ما رسوند من 1984 کاندیداتسکی رساله نامزدی حمایت کردم در Üniversite MGU لامونوس. استاد کدام سمت فعالیت شما در فیزیک و متیماتیک بیشتر کدام سمت کدام ساحه؟ ساحه ما میگن مدل های دیفرانسیالی نمیخواد و متیماتیک فیزیک مدل های دیفرانسیالی و متیماتیک فیزیک متیماتیک نمیخواد. تشکر. استاد همین سخن درباره آموزگاری یاد کردید. ما آموزگاری دیروز امروز رو مقایسه کرده گفتم میتونید که واقعا آموزگاری کسبی پرشرف است، چون که نفری به جای میرود که چیزی نمیدونید از آنجا برای خودش یک درسی میگیرد، راهنمایی میگیرد، راهی میگیرد که آینده خودش رو میسازد. خطبه آموزگاری این یک کسب پرشرف است میگم. این آموزگاری دو کسب جدا دشوار هم هست یک حساب. نه تنها می‌آموزد یگان چیز یاد می‌گیرد، با این تربیت هم می‌کند اولاد را. همون کسب نگاه کرده مثال استاد با آدم حرکت می‌کرد، همون استادان همشون من بابا جان نبیف این پداگوژی شهر خوجام داخل شدم. من اینجا طالبای بالتابا دستیم و آدم من دستگیری کردم. همه استادا همشون جاشون جانت باشد اینا گذشتگی. استاد همیشگی وقتی من به برنامه نفرانی سوالا رو دعوت میکنم کلانسان رو همیشگی از آنها از بچگیشون میپرسم، چون که آدم کلان شود از بچگیش بیشتر یاد میکند، برای دیگران شاید قصه هم کند که مثلا برای نبیره ها برای پیوند ها که بچگی ما همین گونه بود. برای شما معقول است از بچگیتون نخوا کردن؟ بچگیتون چگونه گذشته است؟ بچگی ما گفت راستش دشوار گذشتگی، چون که مادر گذشتم در خردیتون. خردی من همون سال هشتم صنف بودیم. این 1966 من 69 تمام کردم. این 5 یک خواهر و 3 دادر که موندیم. همون اکنون چهل گم همشون مثل خواندن در کار بود، اوقات تایر کردن در کار وقتش به همون یادم مانده است که مثل کوهم میگفت که خنک بود، زمستاناش دو خنک میشد. همون صندلی به علاوه کرده میشتیم. کوهم میگفت جدا خنک خوردیم. همون ساعتی 3 خسته من علاوه کرده همون صندلی میگفتم نه. همون بعد خوب میکند. همون که متیماتیک میخوندم. بسیار مثالهای همونجا اون مثالهای نبود که من قریب که حل نکرده باشم. همون بفکرم همون اساس شد همون وقتا که پایدیوار شد. پدر بودن یا؟ پدر بودن، پدر زنده. چون دیگه خانه دار شدن. این اویلشون هم شده فرزند دارم. پدر همراه شما بودن یا شما رو گذاشته با اویلی دیگر بودن؟ نه، همشون موکی بودن. همراه شما بودن. که هم همش من گفتم نخوانیتون نمیشد. اینجا حرکت کردن در کار، خوندن در کار. همشون خوندن. من دیوم حکومم عبدالرؤوف دکتر فیزیک متیماتیک نوک پروفسور مسکوانده. دیگر دادرم یک تاش اکادمیست
Якташ доктор, калугова корпарас. Эждо нас корашон худовашкор. این دو درمان همش ناقص دیگر روشن. شما فرزند کلانی هستید؟ ما همه کلان فرزند. همین با گذشت سال انسان به تربیت پدر و مادرش بیشتر توجه میکنه و میگوید که پدرم همین خیلی رفتار میکرده یا مادرم همین گونه میگفتن، یعنی در تربیت بها میدهد، میگوید که بسیار عجیب بود مثلا همین میتد تربیتشون. از همین تربیت پدر و مادرتون بیشتر چیه برای خودتون گرفتید؟ میگویید که واقعا یک چیزی ارزنده بود، مهم بود. تو همین یادمانده است که پدر و مادر من نمیدونم که من یکم بار جنگ کردم. جنگ نمیکردند. همین خیلی که پدرم آمده، پسرم همین خیلی کرده گفته سر کنم و گیره سر میکردیم. شما میگفتن همین فهمو که ما جو خطا کردیم. پدر چی کاره بودن استاد؟ پدر استرایچی. ساختمانچی بود. مادر خانشین؟ مادر کالخوزی است. و همین گوییم هم تو نگاه کردن یک کوتاه ایراد گرفتن برای شما گوییم بسیار سخت قبول میشدن از جانب شما. البته. جو به فکرم همون یکم بار مثال همون پدر و مادر جنگشون نشوندگیم نه. همین مثال بین خودشون. ممکن چه باشده مایل میشد و همین فرزندان ندانستنش در کار دست همین جنگ هم. لیکن فرزندان میگفتن نقص خانیتان همین گپی نقص کتی میگفتن یکان تا دادرم یا خواهرم یا زدگیشان نمیدانم اکنون یاپونسکی سیستم میگوید که همون تو 5 ساله بچه میگویم همین رسیدن در کار نیست چیکار کند اوغلاشماندن در کار همین تربیه و مستقل شده میتواند یگان کار نترسیده کار میکند مثال همین خیلی آدمای دو عادی بودن لیکن آدمای دو عالی جناب بودن همین طور. در تربیت فرزندتون از کدام همین اصول و متدهایی که مثلا پدر و مادرتون گویم برای شما وقت کردن شما کار فهمیدید؟ من هم میخوام یک تا دخترم هست من یکم بار جنگ کردم جنگ نمیکردم من کوشش میکردم که یاردم کنم دایم دو تا نیورم های داوش کر دخترم هم کاندیدات نبود در مسکو در همون مسکو. استاد تشکر. همین در مورد جوانی از جوانی خودتون نقل کردید گفتید که واقعا اون فرصتی بود که سالهای دشوار که مثلا نزد پدر باید باشید و اون کس کمک کنید چون باز من از مادر که بر وقت بر محل موندید. به هر صورت جوانی خودتون خاطرتون باز و جوانی امروزی وقتی که برای شما برای شاگردان درس میدهید میبینید مقایسه میکنید مثلا جوانی دیروز جوانی امروز فرقیت هاشه و وقتی که آنها رو میفهمونید بیشتر چی میگویید که آنها واقعا بگوییم جوانی همین گونه یک دوری بسیار بگوییم عجیب هم هست که مثلا اگر به قدرش نرسیدیم چون کلان شدیم بعد افسوس میخوریم. یکتون جوانو به فکرم حاضر همه شرایط هسته حاضر فقط خودشون به وابستگی این یگون کسب انتخاب کنن و همون به حرکت کنن. مثال دانش میگیرم گوید اگر مثال بسیار اینترنت میبینم مثال همه چیز هست مثال کتابا هست من زبانای یاد گرفتم ممکنه دو آسان شده که حاضر من میگفتم که همون حرکت کنن میشد این نمیشد نه شرایط مثال دوره مانده تلفن خیلی سانه بود من تلفن ها کن بعد 92 سال پیدا شد لیکن حاضر بسیار کسی بینید همه تلفن که آواره مثال انفرماسیه بسیار اینترنت به در کارش گفتن در کار ده انفرماسیه همشه اکنون انفرماسیه که هر خیل
نادرست اینفورماسیون هم هست و گرفتن در کار نیم.